بنا به قول فیض الله برادزاده مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان، گرایش به دین و اعتقاد مذهبی در کشور کاهش یافته است. فیض الله برادزاده میگوید که در مسجدهای 5 وقته تاجیکستان خطیبان بدون دانش اسلامی کافی مسئولیت پیش نمازی را بر عهده دارند که در واقع باید اشخاص با دانش مذهبی جایگزین آنان شوند. این هم در حالی است که همه سال خطیبان مسجدهای 5 وقته با اشتراک نمایندگان حکومت از اتستاسیه می‌گذرند و انتخاب می‌شوند. ده‌ها مثال آوردن ممکن که در اتستاسیه بنابر معقول نبودن شخص دانشمند و تحصیل دیده به جای او کیم کدام سخنچینی بیسواد را مقامات امام خطیب مسجد تعیین کرده اند. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله که گرایش به دین و اعتقاد مذهبی در کشورمان، یعنی که در جمهوری تاجیکستان کاهش یافته است یا کم شده است، راستی بنده انشالله امید دارم که واقعیت و حقیقت چنین نیست، زیرا مردم تاجیکستان مردم مسلمان و مردم دیندار و پایبند آیین و ارزش‌های اسلامی خودشان می باشند و اگر رفت و چنین کار هم شده باشد، یعنی گرایش مردم به دین کم شده باشد یا اعتقادشان ضعیف شده باشند، در واقع این مصیبت است و جوابگوی این مصیبت حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا کمیته دین می باشد، زیرا مدت سال هاست که اونها این روند را در زیر نظارت خود قرار دادند و خطیبا را هم خودشان انتخاب میکنند و بر ضمن این اونها صدها مسجد را که در اونجا امرهای معروفه که مردم را به پایبندی به دین، به اخلاق نکو، به رفتار نکو که دعوت میکرد، اونها را بستند و یا از بین بردند و یا اونها را مبدل به جایهای فرهنگی کردند. در مسئله اینه که قید کنند یا ذکر کرده بیان کنند که این عیب برمیگردد به امام خطیبان، با این دلیل که امام خطیبانی که در مسجدهای 5 وقته هستند سواد کافی اسلامی ندارند، این هم خیلی جای تعجب آور است، زیرا اون کسایی که امام خطیبان را انتخاب کرده به امامی 5 وقته و یا به خطیبی انتخاب میکنند خود حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دین می باشد. پس چگونه می شود که از کار کرده خودشان دیگران را ملامت کنند؟ و انشاءالله باوری دارم که چنین نیست. مردم واقعا دین دارند، فقط به واسطه اینه که حکومت پیش راه اونها را میگیرد، آزادی دین را در تاجیکستان خیلی محدود کرده‌اند. مردم از ترس، از هراس ممکن از رفتن به مسجد یا از ابراز داشتن عقیده خودشان دوری بجویند، اما در حقیقت فکر میکنم که مردم تاجیکستان دیندار، پایبند دین و ارزش‌های خودشان باقی خواهند ماند. از دیدگاه برادزاده وضعیت در مسجدهای جامع تاجیکستان نسبتاً بهتر است، زیرا که اکثر خطیبان این مرکزهای عبادی اشخاص دارای تحصیلات تخصصی هستند. مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان فعالیت شبکه‌های اجتماعی، تبلیغ افکار گروه‌های افراطی و تروریستی، تامین نیازهای مالی این سازمان‌ها و حمایت برخی جوانان از اندیشه‌های این گروه‌ها را از جمله تهدیدهای خارجی علیه امنیت تاجیکستان اعلام کرد. این هم در حالی است که در تاجیکستان برای معلومات ضروری دینی تامین کردن نورسان و جوانان حکومت هیچ چاره ناندیشیده است و برعکس همه راه‌های پیدا کردن معلومات درست، معتدل و جوابگو به امنیت کشور را بسته است. آنچه که فیض الله برادزاده دیرکتور مرکز اسلام شناسی در رابطه با عامل‌های پایداری خرافات و تعصب‌های دینی صحبت کرده است و مثل دیگر موقع گیری‌های حکومت بیانگر آن هست که تا حال حکومت کشور نمیدوند با این قشر جامعه چگونه مناسبت کند، چون در طول زیاده از 20 سال می شود که این حکومت سر قدرت هست. بارها سیاست خود را
عوض کرده است، یعنی برخوردهای متفاوت و مختلفی با این قشر جامعه داشته است. بار دیده می شود که تمام مشکلات جامعه را بالای این قشر جامعه بار میکند. عامل هم عقب ماندگی را دین و دینداری میداند. بار دیگر دیده می شود که همایش بزرگداشت ابو حنیفه برگزار میکند. خب در زمان دیگر مشاهده می شود که با تمام توان بر ضد دین شعائر دینی مبارزه میبرد. خب اخیراً هم دیده می شود که از با استفاده دادن است بزرگترین مسجد در کشور صحبت میکنند و این زمان باشد تمام نهادهای دینی کشور را زیر نظارت دارد و اونها را به فایده خود برای پیشبرد سیاست‌های خود سوء استفاده میکنند از اونها. یعنی در همین در خود صحبتی همین فیض الله برادزاده تناقض‌های زیادی دیده می‌شود. در جای میگوید که مردم کشور، عامه مردم برای افزودن و سیقل دادن دانش‌های خود تلاش نمی‌کنند، اما در بند چهارمش خوشحالی و خرسندی از آن می‌کند که توجه مردم به محراب مساجد کم شده است، خب دین زدگی مردم کم شده است. این خوشحالی از این چیز می‌کند. در جای دیگر از آن شکایت میکند که در بعضی مساجدهای 5 وقته شخصان تصادفی امام هستند که فکر اونها، اندیشه اونها برای مردم ضرر دارد، در حالی که هر ساله همه ساله از این امامان امتحان گرفته می شود، سنجش گذرانده می شود و اینها روی کار می آیند. در جای دیگر میگوید که مثلا از منع کردن ها ما دست کشیدیم و جای اون را فهماندهی و اینها گرفته است. یعنی ما با مردم بیشتر فهماندهی و کارهای فهماندهی میگذارونیم، در حالی که دیده می شود فهماندهی آنها خواهر را در قد کوچه بازداشتن، او را با زوری وارد ماشین کردن، به شعبه کارهای داخله بردن، روی مالی رو اثرش گرفتن، اون را تروریست گفتن، تهدید کردن به حبس. اینها این هست فهماندهی و کاربری اونها با شهروندان. یعنی یک حکومت عاقل هیچگاه به خود اجازت نمیدهد که تمام امور خب مردم و جامعه را در اختیار خود بگیرد. یک حکومت عاقل آن هست که بیشترین کارها و مسئولیت‌ها را میگذارد به دوش جامعه های شهروندی. یعنی که وقتی جامعه های شهروندی، نهادهای دینی در کشور آزاد باشند و فعالیت مستقلانه داشته باشند، دیگر اکثر مسائل از دوش حکومت برداشته می شود. اما این حکومت ما با تمام هستیش میخواهد که همه انگشتانش رو در دهان بگیرد و همه امور مردم را زیر نظارت بگیرد که واقعا توان این را ندارد و نمیتواند که یک نظم و نظام درست را در جامعه برقرار کند. بنابراین در تمام اظهارات ها و سخنرانی های حکومتداران ما این نوع تناقض‌گویی ها نسبت دین، نسبت دینداران و جامعه های شهروندی دیده می شود. برای حکومت بهتر آن بود که این نهادهای دینی را مستقل می گذاشت، برای جامعه های شهروندی فعالیت را در کشور آزاد می گذاشت، تا اینکه یک قسم از کارهای اجتماعی بردوش این نهادها و جامعه های شهروندی بار می شد و مسئولیت حکومت از این همه نظارت ها و از این همه زیاده روی ها کم می شد. برادزاده همچنین از پیوستن تعداد از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه به گروه های افراطی ابراز نگرانی کرد. به گفت او در صورت نظارت نداشتن بر این روند، این عوامل می توانند به مشکل بزرگ اجتماعی کشور تبدیل شوند. اما مدیر مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان نگفته است که در یک کشور غیر و آن هم باشد در روسیه بی سر و نوک چگونه مهاجران را نظارت می کند.